نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی توجیکستان با نشر یک سورو جانب قرقیزستان از جمله رئیس یک محله را در سر زدن نیزه در مرز گناهکار کرد. مناقشه در مرز توجیکستان با قرقیزستان در حدود شهر اسفره با ولایت بودکند بعد از ظهر 13 مارس سر زد و در نتیجه آن یک شهروند توجیکستان کشته شد. نیروهای مرزبانی توجیکستان صبح 14 مارس در یک سرود گفتند که جانب قرقیزستان برخلاف قراردادهای دو جانبه ساختمان رای کوکتوش اقصای تمدیق را آغاز نمود و این باعث سر زدن نیزه گردید. به قبل نیروهای مرزبانی از طرف قرقیزستان به سوی ساکنان جماعت واروغ که به ساختمان راه مخالفت کردند از سلاح آتشفشان تیرخواری کردند. در برابر این مقامات قدرتی قرقیزستان روی اسفره واروغ را بسته حرکت واسطه‌های نقلیاتی شهروندان توجیکستان را قطع نمودند. در اینجا سرعتبانان قرقیز دو автомاشین تمغه گازل را با 30 نفر مسافران که به شهروندان توجیکستان تعلق دارند در اطراف سرحدی اقصای گروگان گرفتند. آمده است در اظهارات نیروهای مرزبانی. اداره مرزبانی توجیکستان میگویند در پی مناقشه در مرز با قرقیزستان 11 شهروند توجیکستان زخمی شده، یک نفر حسین حکیموی 43 ساله کشته شد. حسین حکیموف به گفته مقامات توجیک از زیر شکاری شهروندان قرقیزستان جان باخته است.